رادیو دانشجو، کاری از اتحادیه دانشجویان شیر و خورشید اروپا. درود، من روز هستم و اینجا رادیو دانشجوه. به قسمت 9 خوش اومدی. همیشه فکر میکنم رادیو جایی که آدم میتونه همزمان تنها باشه و تنها نباشه. تنها در حال رانندگی هستی، یا روی مبل دراز کشیدی، یا داری ظرفا رو میشوری. ولی میدونی الان یه عده دیگه، یه جای دیگه دارن دقیقاً همین صدا رو با تو میشنون. برنامه امشب رو با یک بیت از حافظ شروع میکنم. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. من از اون آدمایی بودم که یه عالمه یادداشت نیمه کاره دارن، کتابا رو نصف نیمه میخونن، ایده‌هایی که فقط توی دفتر مینویسن، تا اینکه یکی بهم گفت خوندن و نوشتن و دونستن کافی نیست. باید یاد بگیری دانسته ها تو زندگی کنی. سهیل و پرند تو برنامه از علم تا عمل امشب دقیقاً رفتن سراغ همین شکاف. فاصله بین دونستن و انجام دادن. از علم تا عمل، کاری از پیام عزیز با اجرای سهیل و با همراهی پرند گرامی رو با هم بشنویم. من سهیل هستم و این برنامه از علم تا عمله. ما اینجا با آدمایی حرف میزنیم که دارن دنیا رو از داخل آزمایشگاه‌ها، دانشگاه و پشت میزای پژوهش تغییر میدن. امروز مهمانی دارم از ایرلند، کسی که داره روی موضوعی کار میکنه که اگر موفق بشه زندگی خیلی عوض میشه. پرند عزیز. خب بدون مقدمه میرم سر اصل ماجرا. پرند، اگر بخوای کوتاه بگی کاری که داری میکنی چطور ممکنه جون آدما رو نجات بده، نه برای هیئت علمی دانشگاه، نه برای استاد راهنما، بلکه برای آدم معمولی که هیچ شناختی در مورد این حوزه کاری تو نداره، چی میگی؟ هدف نهایی کار من اینه که رهایش دارو برای کسایی که مبتلا به سرطان هستن به صورت موضعی و با یک کارآمدی بیشتری انجام بشه و پروژه من به صورت اختصاصی برای سرطان تخمدانه، ولی اگه این روی کرد اگه بشه بستش داد به همه سرطان‌ها میتونه خیلی به درمان سرطان کمک کنه، چون در حال حاضر درمانه فعلی برای سرطان تخمدان انتقال داروی شیمی درمانی به صورت درون رگی یا درون سفاقیه که هر کدوم از اینا یه سری مشکلات و محدودیتایی دارن که حتی ممکنه انقدر برای بیمار اذیت کننده باشن که خیلی وقتا بیمار درمان رو نیمه کاره رها میکنه. و خب اگه این داروی شیمیایی بشه به صورت هدفمند و کنترل شده به عضو خاصی انتقال داد، باعث میشه درمان خیلی کم عارضه تر باشه. یعنی اگه الان من سرطان داشتم، چیزی که تو روش کار میکنی میتونست بخشی از درمانم باشه؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، اول که امیدوارم این بیماری‌ها، کلا هر بیماری بدی از همه همیشه دور باشه، ولی میشه گفت اگه به مرحله تجاری سازی برسه میتونه به درمان سرطان خیلی کمک کنه و کارآمدتر و بدون عارضه، کم عارضه تر انجامش بده.
اینو نگه داریم چون میخوام بفهمم از کجا شروع شد که یه نفر تصمیم میگیره بره سراغ همچین مسیری و چطور تصمیم گرفتی که پژوهشگر بشی. من از ابتدای عاشق ریاضی بودم و دبیرستانم رفتم رشته ریاضی و فیزیک چون هدف نهایی مهندسی کامپیوتر بود و یادم اون موقع که توی راهنمایی دبیرستان واحد کامپیوتر داشتیم زبان HTML و C بهمون یاد میدادن که من خیلی اون موقع به کدنویسی علاقه‌مند شده بودم و مطمئن بودم میخوام برنامه نویس بشم. حتی اول دبیرستان که درس زیست شناسی داشتیم من خیلی باهاش مشکل داشتم و اصلا نمیتونستم یاد بگیرم. ولی سال آخر دبیرستان توی یه مجله‌ای که به صورت هفتگی چاپ میشد یه بخش در مورد مهندسی پزشکی بود که اون پیشرفته‌ای که توی اون هیته داشت انجام میشد و می نوشتم و من خوب به نظرم خیلی جالب اومد و اونجا بود که تصمیم گرفتم مهندسی پزشکی بخونم. پن بریم عقب، خیلی عقب. دبیرستان، ایران، اون موقع خودتو کجا میدیدی؟ پزشک، مهندس، حتی فیلسوف؟ راستش من جرقه توی ذهنم کلا در طول زندگیم خیلی زیاد بود. مثلا یادم خیلی که کوچیک بودم سریال پرستاران که پخش میشد اون رو میدیدم، دوست داشتم توی بیمارستان کار کنم. بعدش هم حسی که موقع کد زدن داشتم مطمئن بودم میخوام برنامه نویس شم، ولی خب نهایتا فهمیدم دوست دارم یه رشته بخونم که بین مهندسی و پزشکی باشه. حالا یه سوال جدی‌تر، بین پزشکی، مهندسی و علوم پایه چرا مهندسی زیست پزشکی؟ دانشجوهای این رشته هم پزشکن هم مهندس، شاید جذابیت این رشته، این میان رشته‌ای بودنش برات بوده یا دلیل دیگه‌ای داشته؟ دقیقا میتونم بگم این بیشترین جذابیتش برام همین بین رشته بودنش بود، چون هر دو رشته پزشکی و مهندسی خب زمان زیادیه که وجود داشتن، ولی این رشته مهندسی پزشکی که پلی بین این دوتا رشته است خیلی برام جالب بود و با وجود همه علاقه‌ای که بهش دارم یه چیزی که همیشه گوشه ذهنم است اینه که فکر کنم مشکلی که میان رشته بودن ایجاد میکنه اینه که شما باید یه چیزایی از هر دو تا رشته بلد باشین، ولی خب به اون عمقی که هر کدوم از اون رشته‌ها به تنهایی یاد میگیرن نمیشه یاد گرفت. حالا شاید هم تنبلی یا بهونه من باشه، ولی مثلا ما توی کارشناسی هم وارد فیزیولوژی و آناتومی پاس کردیم و هم استاتیک و مقاومت مساله، ولی خب قطعا توی هیچ کدوم به عمقی که بچه پزشکی یا مهندسی دیگه یاد میگیرن نتونستیم یاد بگیریم، حداقل توی دانشگاه، و این یه چیزیه که همیشه آزارم میده. و این تصمیم خودت گرفتی یا خانواده‌ات؟ کاملا تصمیم خودم بود و خوشبختانه من خانوادم هیچ وقت منو مجبور به کاری نکردن و همیشه بهم میگفتن برو دنبال چیزی که بهش علاقه داری و خوشحالت میکنه. مرسی برای جوابت. بریم ببینیم این انتخاب تو رو به کجا رسوند. پرم، میخوام وارد قسمت سخت سوالا بشیم. تو داری روی رهایش دارو کار میکنی. برام میتونی توضیح بدی رهایش دارو چیه؟ چرا مهمه و کاربردش اصلا چی هست؟ خیلی ساده اگه بخوام بگم رهایش دارو هدفش رسوندن کنترل شده دارو به مقدار مورد نظر به بافت یا سلول مورد نظر با بیشترین کارایی و کمترین عوارض جانبیه که خب پلتفرم‌ها و روش‌های مختلفی داره که باید با توجه به کاربرد و اندام هدف اون روش یا پلتفرم رو انتخاب کرد. پس اگر درست فهمیده باشم رهایش دارو یعنی رسوندن دارو به محل مناسب در زمان و مقدار مناسب برای حداکثر کردن اثر درمانی و حداقل کردن عوارض جانبی. فکر کنم درست گفتم. دقیقاً همینطوره. وقتی میگیم دارو به سلول مورد نظر برسه چطور این اتفاق میفته؟ دارو میتونه سلول بیمار رو تشخیص بده؟ در واقع سیستم‌های رهایش دارو طوری طراحی میشن که بتونن نشونه‌های اختصاصی سلول بیمار رو تشخیص بدن و به سمتش برن. حالا این نشونه‌های اختصاصی میتونن تفاوت‌های مولکولی بین سلول‌های سالم یا بیمار باشن که از جمله وجود گیرنده‌های خاصی رو سطح سلول یا pH و یه سری موارد دیگه که همه اینا باعث میشن یه سیگنالایی میدن به اون سیستم رهایش دارو که بره به سمت اون سلول بیمار. مرسی پرند. بعد از سوال جواب‌های فسفرسوز بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم. نظر چیه؟ موافقم. ما ایرانی هستیم و این تموم نمیشه، این آغازشه. ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه فقط از دست میدیم. یعنی زبان، خاطره، فرهنگ، هویت. خب قراره از دنیای ایدئال و مدیایی بیایم بیرون و بریم تو دل واقعیت. پرند، زندگی واقعی یک دانشجوی PhD چطوریه؟ اون چیزی که توی اینستاگرام نشون میدنه یا متفاوته؟ به نظرم میتونه فرد به فرد خیلی متفاوت باشه این تجربه و خیلی بستگی به خود فرد و استاد راهنما داره و به نظر من سوپروایزر مهمترین عامل توی PhDه.
ولی در حالت کلی میتونم بگم یه مسیر سخت و طولانیه که توش چیزای زیادی آدم یاد میگیره، ولی خیلی جا به خودش و توانایی‌هاش شک میکنه و ممکنه حتی کم بیاره. ولی علاقه و پشتکار به علاوه یه استاد راهنمای خوب میتونه آدمو تو مسیر درستش نگه داره. پرند، این چیزیه که خیلی کم ازش حرف میزنن، این شک به خودت، اون لحظه‌ای که آدم حس میکنه کم میاره. و الان اگه کسی داره اینو گوش میده و این حس رو داره، بدون که تنها نیستی. حتی کسی که داره روی درمان سرطان کار میکنه همین. پرند، یه روز معمولیت از صبح تا شب چطوریه؟ معمولا بیشتر روزا از صبح تا غروب توی آزمایشگاهم، بعدش هم سر میزم توی آفیس یا مشغول خوندن مقاله یا آنالیز داده هام. بعدم میام خونه یه قسمت سریال میبینم یا کتاب میخونم. و تا چند ماه پیش من خودم خیلی اهل فضای مجازی نبودم، ولی خب الان بخش زیادی از وقتم تو خونه به اینستاگرام یا توییتر میگذره. و آخر هفته‌ام اگه آزمایشگاه نباشم سعی میکنم حتما برم توی فضای باز، طبیعت و یا کافه مورد علاقه‌ام که یکم خستگی هفته در بره. و سعی میکنم حتما دوستامو ببینم، چون PhD میتونه یکم آدمو ایزوله کنه. واسه همین حفظ روابط دوستی توی حفظ روحیه خیلی مهمه به نظر من. من تجربه زیادی از دانشجوی PhD شنیدم، مثل تنهایی و فشار روانی. تو هم اینا رو تجربه کردی؟ قطعا هر کی مهاجرت میکنه این تنهایی، دلتنگی و فشار روانی رو تجربه میکنه و نمیشه گفت مختص PhD، ولی خب شاید چون تو PhD فشار کار و استرس کم زیاده این مسئله خورده پررنگ‌تر باشه. منم مثل بقیه، ولی خب شانسی که آوردم این بود که دوست خوب که از زمان ارشد توی ایران میشناختم قبل از من اینجا بود و فکر کنم این خیلی تو این که فشار روانی کمتری حس کنم موثر بود. و بعدش هم کم کم با شرکت توی یه سری برنامه‌هایی مثل پست گریجویت سوسایتی دانشگاه و ورزش تنیس روی میز تونستم دوستای خوبی پیدا کنم. در کل به نظرم یه چیزی که خیلی به مهاجرت کمک میکنه اینه که آدم مطمئن باشه با تنهایی خودش راحته، چون قطعا شما بعد یه مدت دوستای خوبی پیدا میکنین، ولی تا اون موقع خیلی مهمه که سرگرمی خودتون رو داشته باشین، که سعی نکنین این تنهایی رو با آدمای نادرست پر کنین. ممنون که اینو گفتی. واقعا مهمه که نسل جوان بدون PhD سفر سخته، نه فقط یه مدرک. حالا یه سوال که خیلی‌ها میپرسن ولی جواب درستشو نمیدونن، آدم باید نابغه باشه تا وارد این مسیر بشه؟ اصلا برخلاف باور عمومی نیاز به هیچ نبوغی نیست و دانشجوی PhD بودن به هیچ عنوان به معنی نابغه بودن فرد نیست. نظر شخصی من اینه که تنها لازمش علاقه و پشتکار و توانایی فکر کردن و کنجکاوی و حل مسئله است، به اضافه خلاقیت. چون شما تو این مسیر مدام دچار مشکلات و موانعی میشید که باید بتونین براشون راه حل پیدا کنین و اینجا خلاقیت خیلی کمک میکنه. و یه بخش بزرگش هم تجربه است. من وقتی الان خودم رو با 3 سال پیش مقایسه میکنم میبینم خیلی چیزا رو با آزمون و خطا و تجربه یاد گرفتم، در حالی که ممکنه اگه الان یه دانشجوی سال اول منو ببینه فکر کنه من خیلی باهوشم، در حالی که اینا همش فقط تجربه است و اون دانشجو هم 3 سال دیگه قطعا به اندازه من میدونه. میخوام یه چیزی بپرسم که معمولا تو مصاحبه‌های رسمی نمیپرسن. بزرگترین شکستی که تو این مسیر داشتی چی بود؟ پروژه آزمایشی، چیزی که ماها روش کار کرده باشی و نتیجه نداده باشه؟ من اول که کارمو شروع کردم از یه رده سلولی ایمنی خاص شروع کرده بودم و سعی داشتیم این سلول رو روی یه دیوایس فیکس کنیم که بتونیم اثر نیروی مکانیکی رو روش ببینیم. و برخلاف اینکه ماها صرف اپتیمایز کردن این دیوایس رو کشت سلول کردم، جوابی نگرفتم و بعدش مجبور شدیم کلا نوع سلول و روشمون رو عوض کنیم و در نتیجه حدود 5 ماه کارم چون جوابی نداد که حتی قرار نیست توی تزمم بره، در واقع جوابی نگرفتیم ازش. و اولش خیلی ناراحت بودم چون فکر کردم وقتم تلف شد، ولی بعدش فهمیدم کلی تجربه توی اون شکست بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. و به نظرم خیلی مهمه که اگه چیزی جواب نداد بهش به دید شکست نگاه نکنیم، بلکه بهش به عنوان یه درس و تجربه نگاه کنیم. اون لحظه هایی که این همه تلاش کردی و شکست خورد، آزمایش و پروژه، چی باعث شد مسیر تو ادامه بدی؟ شاید مثل شعار به نظر بیاد ولی میگمش در صورت تنها چیزی که باعث شده هم نه فقط توی حالا آزمایشگاه و PhD کلا توی زندگی باعث میشه مسیرم رو ادامه بدم اینه که به خودم باور دارم و میدونم هر کاریو که اراده کنم میتونم انجام بدم و اینکه هدفم موفقیته و اگه چیزی اونطور که میخوام پیش نرفت و جواب نگرفتم هیچ اشکالی نداره. من تلاشمو کردم و کلی چیز یاد گرفتم و اگه اون جوابی که میخواستم و نگرفتم میتونم یه سری تغییراتی توی یه سری پارامترها ایجاد کنم تا وقتی که جوابی که میخوامو بگیرم. اگه بودجه نامحدود داشتی و حتی هیچ محدودیت اخلاقی و زمانی نداشتی، رو چه پروژه‌ای کار میکردی؟ فکر میکنم اگه وقت و بودجه نامحدود داشتم روی تولید اندامای مصنوعی کار میکردم، چون
میدونیم پیوند عضو خیلی مشکلات زیادی داره و خیلی چالش‌ها داره و هنوز خیلی چیزا هست که ما در موردش نمیدونیم و تولید ارگان مصنوعی خیلی راه دراز و پرخرجیه، اما اگه بتونه با واقعیت بپیونده میتونه جون آدمای خیلی زیادی و خیلی راحت نجات بده. هوش مصنوعی قراره محقق‌های مثل تو رو قوی‌تر کنه یا نگرانشون کنه؟ به نظرم اگه درست و به اندازه استفاده بشه میتونه قوی تر کنه، مثل همین مدل‌های هوش مصنوعی که اخیراً برای تشخیص سرطان سینه قبل از اینکه حتی اون توده‌ها رشد کنن با توجه به الگوی رشده، ولی اگه درست استفاده نشه میتونه خیلی ذهن رو تنبل کنه و میتونه روح پژوهش رو بکشه. پرم 20 سال دیگه وقتی بیمار وارد کلینیک میشه داستان درمانش چه شکلیه؟ فکر کنم 20 سال حالا زمان زیادی نیست که بخوایم انتظار تغییرات خیلی بزرگی رو داشته باشیم، ولی در حالت ایدئال دوست دارم با کمک ابزار و روش‌های درست تشخیص بیماری و همچنین درمانشون روند درمان بیمارا خیلی سریعتر و کارآمدتر باشه. این تصویری که رسم کردین دقیقاً همون چیزیه که داری روش کار میکنی؟ بله، تلاش و امیدمون اینه که این پژوهش‌ها و چیزی که ما داریم روش کار می‌کنیم در نهایت بتونن به خدمت سلامتی انسان و حتی حیوانات در بیان. و من میخوام بدونم مهمترین چالشی که سر راه این آینده وجود داره چیه؟ میشه گفت بزرگترین چالش شاید هزینه باشه، چون خیلی از کارهایی که الان توی آزمایشگاه داره انجام میشه و حتی تا حد زیادی موفقیت آمیزن، اگه بخوان تجاری سازی بشن ممکنه هزینه نهایی اون محصول خیلی بالا باشه و عملاً کاربرد گسترده‌ای نداشته باشه. بنابراین برآورد کردن هزینه بخش خیلی مهمیه تو صنعت تشخیص و درمان تا عموم مردم راحت بتونن از اون محصول یا خدمت استفاده کنن. و من کلا یک کمی هم تئوری توطئه دارم و فکر می‌کنم درمان خیلی از بیماریایی که امروزه شاید به نظر سخت بیاد شاید خیلی آسان‌تر از اون چیزی باشه که ما فکر می‌کنیم، ولی خب این شرکت‌های بزرگ دارویی مدام سنگ میندازن تو این مسیر و فکر کنم این یه چالش خیلی بزرگه. بریم یکم واقعی‌تر حرف بزنیم. بزرگترین اشتباهی که دانشجوهای امروز مرتکب میشن چیه؟ به نظرم یکیش استفاده بیش از حد از هوش مصنوعیه، تا حدی که هوش مصنوعی بتونه کمک کنه که تو وقتمون صرفه‌جویی شه شاید خوب باشه. مثلا شما باید چند تا مقاله رو بخونین ولی وقت ندارین. اگه از هوش مصنوعی بخواین که اون چند تا مقاله رو خلاصه کنه در اون حد مشکلی نیست، ولی من فکر کنم امروز خیلی‌ها دارن زیادی بهش وابسته میشن و به نظر من هوش مصنوعی میتونه قاتل خلاقیت باشه و خیلی نگران کننده است. و حتی ترم پیش که من تکالیف بچه‌های حتی فقط کارشناسی هم نه، بچه‌های ارشد رو تصحیح می‌کردم، دیدم خیلی از جملات کاملا مشخصه که با هوش مصنوعی نوشته شده و وقتی اون رفرنسی رو که بهش زده بودن رو چک می‌کردم دیدم اصلا اون مقاله ربطی به اون متنی که نوشتن نداره، که نشون میده حتی اونقدی هم وقت نذاشتن که برن چک کنن ببینن اون رفرنس واقعا مربوط هست یا نه، که خب خیلی نگران کننده است. و مورد دیگه که نمیدونم درسته بگم یا نه، ممکنه یکم ناعادلانه باشه، چون میشه گفت من 13 سال پیش که رشته‌مو انتخاب کردم خب شرایط کشور یه کمی بهتر بود و من تونستم بر اساس علاقم پیش برم و میفهمم الان شرایط خیلی فرق کرده و عامل اقتصادی میتونه خیلی روی انتخاب رشته تحصیلی اثر بذاره، ولی توصیه‌ام اینه تا حد امکان هر کسی رشته رو بر اساس علاقش انتخاب کنه، نه فقط فکر کردن به آینده بازار کار و درآمدش، چون خوندن رشته‌ای که آدم بهش علاقه نداشته باشه میتونه خیلی اذیت کننده باشه و در واقع بزرگترین عذابی باشه که یه نفر بتونه برای خودش ایجاد کنه. پرن چه مهارتی دانشگاه بهت نداد که مجبور شدی خودت یاد بگیری؟ فکر کنم مهمترینش شاید شبکه سازی باشه، چون محیط دانشگاه اصولا یه محیط امنیه و میشه گفت زیاد رقابتی نیست، بنابراین من هیچ وقت اهمیت شبکه سازی رو حس نکردم و به عنوان یه فرد درونگرا حتی توی کنفرانس‌ها برام سخت بود با آدم‌ها ارتباط بگیرم، ولی کم کم متوجه شدم چقدر شبکه سازی برای آینده علمی و کاری هر شخصی مهمه و هر چقدر شما محقق خوبی باشین تا وقتی که با بقیه نتونین ارتباط بگیرین و تبادل دانش کنین پیشرفت زیادی نخواهین کرد. و شاید من بهترین آدم برای این سوال جواب دادن به این سوال نباشم، چون تا حالا تجربه‌ام همش توی آکادمیا بود و هیچ وقت توی صنعت نبودم. بنابراین قطعا بیشتر چیزی که میدونم و یاد گرفتم عمدتاً از دانشگاه بود و مطمئنم خیلی از مهارتایی که توی صنعت لازمه دانشگاه بهم هنوز یاد نداده، ولی خب فعلا نمیدونم چیام، شاید بعداً اگه برم تو صنعت و دوباره بیایم صحبت کنیم بتونم جواب بهتری به این سوالتون بدم.
یعنی دانشگاه‌ها خوبن برای همه چیز به جز چیزهایی که واقعا لازم نیست. به نظرم بازم خیلی بستگی به خود فرد و هدفش داره و شما اگه بخواین میتونین تو این دانشگاه چیزایی که لازم داره یاد بگیرین. فقط مهم اینه که اگه احساس میکنین اون چیزو دانشگاه نمیتونه بهتون یاد بده، خودتون برین دنبالش. اگه دانشجو الان بین ادامه تحصیل و ورود به بازار کار تو شک باشه بهش چی میگی؟ الان خیلی‌ها منتظرن بگی که پی اچ دی نخونن. خب من فکر کنم هر کسی باید ببینه کدوم کفه ترازو برش سنگین تره. برای کسی که میخواد وارد دنیای پژوهش بشه اولین قدم واقعی چیه؟ نه اون چیزی که تو بروشور دانشگاه نوشته، چون خیلی وقتا چیزی که دانشگاه نوشته با واقعیت ممکنه فاصله داشته باشه. پی اچ دی خب استرسش زیاده، کارش زیاده و درآمدش به نسبت کمه، اما یه محیط امنی رو فراهم میکنه که فرصت یادگیری توش زیاده. بنابراین با همه سختیاش از نظر من ارزششو داره. ولی صنعت با اینکه درآمدش بیشتره و استرسش کمتره، ولی خب رقابت و روزمرگیش بیشتره و در نهایت به نظرم هر کس باید با توجه به شخصیت و هدفش تصمیم بگیره که میخواد کدوم راهو ادامه بده. بریم سراغ قسمتی که من خودم خیلی دوستش دارم. خب چند تا سوال سریع بدون فکر. اولین چیزی که به ذهن رسید رو بگو. آماده ای؟ بله. علم یا پول؟ علم. ایرلند یا ایران؟ ایران بدون جمهوری اسلامی. آزمایشگاه یا خواب؟ خواب. پیشی رو دوباره انتخاب میکنی؟ قطعا بله. هوش مصنوعی دوست یا دشمن؟ دوست با پتانسیل دشمن شدن بالا. نتیجه منفی آزمایش فاجعه یا تجربه؟ قطعا تجربه. کتاب مورد علاقه؟ دمیان. فیلم و سریال مورد علاقه؟ فیلم انجمن شاعران مرده و سریال دارک. دانشمند مورد علاقه؟ مریم میرزاخانی. ممنونم برای پاسخات پرنجان. پرند، آخرین سوال و این مهمترینشه و میدونم خیلی خستت کردیم. فرض کن 30 سال دیگه یه بیمار که نتیجه تحقیقات تو به درمانش کمک کرده روبروته. فقط یه جمله میتونه بگه. دوست داری اون جمله چی باشه؟ خوشحالم که کوتاه نیومدی. ممنونم پرند. این مکالمه رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم و به عنوان سوال پایانی برنامه، پرند یه کتابی که دوست داری بخونی و هنوز فرصت خوندنش رو نداشتی میتونی به شنوندگان معرفی کنی؟ بله، کتاب 100 سال تنهایی که سال‌هاست میخوام بخونمش ولی خب فرصتش پیش نمیاد. و شما که الان داشتید گوش میدادید، چه تو خوابگاه باشید، چه تو اتوبوس، چه پشت میز مطالعه، بدونید که پشت هر درمانی که روزی وجود خواهد داشت یه نفر مثل پرند نشسته توی یه آزمایشگاه تو ایرلند داره سخت کار میکنه. این بود از علم تا عمل. تا برنامه بعدی. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت، خانه بر دوشم. چشم اشکباری یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت، خانه بر دوشم.
چشم اشکباری یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت خانه بر دوشم. ما همیشه فکر میکنیم برای شروع یک کار بزرگ باید همه چی کامل باشه. ولی حتما شما اینو شنیدین که میگن برای شروع کردن لازم نیست عالی باشی. ولی برای عالی شدن حتما باید شروع کنی. بریم سراغ قصه زنی که میگفت باید توی بی‌نهایت گم بشی تا راه تو پیدا کنی. مریم میرزاخانی نخستین زن برنده مدال فیلدز و ملقب به ملکه ریاضیات. این زن همیشه منو یاد این تیکه از فروغ میندازه. من به بی‌نهایت تو، به آن سوی هر پایان ایمان دارم. برنامه ریاضیات، رویا و مرزهای بی‌پایان کاری از بنفشه حریری گرامی با اجرای ساناز عزیز رو با هم بشنویم. درود، من ساناز هستم و شما را به شنیدن برنامه داستانی از ریاضیات، رویا و مرزهای بی‌پایان دعوت می کنم. این برنامه به تهیه کنندگی بنفشه حریری روایتی است از زندگی مریم میرزاخانی، بانویی که برای بسیاری از ما تنها یک ریاضیدان بزرگ نبود، بلکه نمادی از ایران، از کنجکاوی و پشتکار بود. برای من مریم میرزاخانی تنها نخستین زنی نیست که مدال فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان را دریافت کرد. نام او یادآور نسلی از زنان ایرانی است که نشان دادند عشق به دانش، پشتکار و کنجکاوی می تواند از هر مرزی فراتر رود. من نیز مانند او در ایران بزرگ شدم. در 17 سالگی با رویای ادامه تحصیل ایران را ترک کردم و راهی فرانسه شدم. در سال 2013 دکترای ریاضیات خود را در پاریس دریافت کردم و امروز به عنوان استاد و پژوهشگر در دانشگاه پاریس ساکله در زمینه نظریه نمایش به تدریس و پژوهش مشغول هستم. هرچند زمینه پژوهشی من با مریم میرزاخانی متفاوت است و من در نظریه نمایش پژوهش می‌کنم، در حالی که او در هندسه و سامانه‌های دینامیکی فعالیت داشت، اما زیبایی ریاضیات دقیقاً در همین پیوندهای شگفت‌انگیز میان شاخه‌های گوناگون آن نهفته است. آثار مریم بارها به من یادآوری کردند که ایده‌های بزرگ اغلب در مرز میان رشته‌های مختلف شکل می‌گیرند. او به من آموخته است که ریاضیات تنها مجموعه‌ای از قضیه‌ها و فرمول‌ها نیست، بلکه شیوه‌ای برای اندیشیدن، دیدن و کشف جهان است. هر بار که وارد کلاس درس می‌شوم، با دانشجویانم درباره ایده تازه گفتگو می‌کنم. یا اگر در پژوهش با مسئله دشوار روبرو شوم، بیش از پیش به این باور می‌رسم که ریاضیات زبانی جهانی است. زبانی که نه مرز می‌شناسد، نه ملیت و نه جنسیت. شاید یکی از زیباترین ویژگی‌های این علم همین باشد که انسان‌ها را با وجود تفاوت فرهنگ‌ها و سرزمین‌هایشان گرد یک حقیقت مشترک گرد هم می‌آورد. مریم میرزاخانی در تهران و در خانواده‌ای 4 فرزندی به دنیا آمد و بزرگ شد. در کودکی آرزو داشت نویسنده شود، اما زمانی که در دوره راهنمایی تحصیل می کرد، برادرش داستان فردریش گوس و روش او برای جمع کردن سریع اعداد از 1 تا 100 را برایش تعریف کرد. از همان زمان علاقه او به ریاضیات شکل گرفت و تا پایان زندگی همراهش ماند. او از نظام آموزشی ویژه‌ای که در ایران برای دانش آموزان استعدادهای درخشان فراهم شده بود بهره مند شد. پس از موفقیت در آزمونی بسیار رقابتی وارد دبیرستان فرزانگان 1 تهران ویژه دختران استعدادهای درخشان شد. او 2 بار مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را به دست آورد و سپس وارد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران شد.
در سال 1999 دوره کارشناسی خود را به پایان رساند. پس از آن برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا راهی ایالات متحده شد و در دانشگاه هاروارد زیر نظر استاد کورتیس مکمالن به پژوهش پرداخت. او در سال 2004 از رساله دکترای خود دفاع کرد و همان زمان با حل 2 مسئله مشهور و نشان دادن ارتباط میان آنها نتایجی درخشان و نوآورانه به دست آورد. سپس بورس پژوهشی مؤسسه کلی را دریافت کرد که 4 سال فرصت پژوهش آزاد در اختیارش قرار داد. در سال 2008 نیز به مقام استادی در دانشگاه استنفورد منصوب شد. آنچه بیش از همه در شخصیت مریم میرزاخانی مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد، تنها نبوغ او نیست، بلکه فروتنی، صبر و نگاه انسانی او به پژوهش است. او ریاضیات را سفری برای کشف می‌دانست، نه مسابقه‌ای برای اثبات برتری. این نگاه برای من نیز الهام بخش است، زیرا باور دارم زیباترین بخش پژوهش نه رسیدن به پاسخ، بلکه خود مسیر جستجو، تردید، پرسیدن و فهمیدن است. مریم هنگام پژوهش صفحه‌های بزرگی را از طرح‌ها، منحنی‌ها و شکل‌های هندسی پر می‌کرد. برای او ریاضیات تنها مجموعی از فرمول‌ها نبود، بلکه جهانی سرشار از تصویر، تخیل و شهود بود. او حتی سطوح و اشیای هندسی را مانند شخصیت‌های یک داستان می‌دید و می‌گفت دوست دارد آنها را به تدریج بشناسد. شاید به همین دلیل بود که رویای کودکیش برای نویسنده شدن بعدها در شیوه نگاهش به ریاضیات نیز بازتاب یافت. امیدوارم دختران ایرانی چه در ایران و چه در هر جای دیگر جهان با خواندن داستان زندگی مریم میرزاخانی باور کنند که می توانند رویاهای علمی خود را دنبال کنند. شاید بزرگترین میراث او بیش از همه قضیه‌ها، مقاله‌ها و افتخارهای علمیش امیدی باشد که در دل نسل‌های آینده کاشت. آخرین جمله‌ای که یک روز پیش از درگذشتش در صفحه فیسبوک خود نوشت این بود: هرچه بیشتر ریاضیات کار می‌کنم، خوشحال‌تر می‌شوم. هر بار که این جمله را می‌خوانم، احساس می‌کنم راز زندگی علمی او در همین چند کلمه خلاصه شده است. این جمله شاید بهترین توصیف از زندگی زنی باشد که با عشق به دانش مرزهای ریاضیات را گسترش داد و الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شد. برای من نیز ریاضیات تنها یک حرفه نیست، بخشی از هویت من است، زبانی که از ایران تا فرانسه همراهم بوده و پلی میان گذشته و امروز زندگیم ساخته است. امروز وقتی به زندگی مریم میرزاخانی نگاه می کنم، بیش از هر چیز به قدرت رویا و امید فکر می کنم. دختری که در تهران بزرگ شد، با عشق به دانستن پیش رفت و توانست در بالاترین سطح جامعه علمی جهان بدرخشد. داستان او نشان می دهد که استعداد و خلاقیت هیچ مرزی نمی شناسد. امیدوارم روزی فرا برسد که همه دختران و پسران ایرانی بتوانند بدون ترس، بدون محدودیت و با آزادی کامل رویاهای خود را دنبال کنند. روزی که جوانان ایران بتوانند در سرزمین خود در آرامش و آزادی به علم، هنر و خلاقیت بپردازند. ایران سرزمین انسانهای با استعداد، اندیشمند و خلاق است. آینده آن متعلق به نسلی است که با دانش، شجاعت و امید راه‌های تازه‌ای خواهند ساخت. تو کسی زیبا نمیشه، هیچ جا واسم مثل ایران نمیشه. راه دیواره و مجنون پی دیوانگیشه،
نمیشه، ایجا واسم مثل ایران نمیشه. که من غم دارم اندازه زیبایی تو، شبام به تیرگی چشمای ایرانی تو، ویرانیم و آبادی تو قافیه شد، بیتابیم و آرامی تو قافیه شد، ایجا واسم مثل ایران نمیشه. ایجا واسم مثل ایران نمیشه. اینجا از سایه و همسایه خود میترسم، ایشکی مثل من قربت اینجا رو ندید، اینجا از خونه و هم خونه خود میترسم. که من غم دارم اندازه زیبایی تو، شبام به تیرگی چشمای ایرانی تو، ویرانیم و آبادی تو قافیه شد، بیتابیم و آرامی تو قافیه شد، اینجا واسم مثل ایران نمیشه. اینجا واسم مثل ایران نمیشه. میدونی چیه؟ من فکر میکنم هر کدوم ما یه آخرین پیام ننوشته توی گوشیمون داریم. یه حرفی که هی نوشتیم، پاک کردیم و در نهایت گفتیم الان وقتش نیست. مثل همیشه توی برنامه آخرین پیام، مبینا از کسی میگه که آخرین پیامش رو توی دیماه خونین جا گذاشت. فرزند ایران و جان فدای میهن. اون روزی که دروازه‌های بابل گشوده شد، همه انتظار داشتن یه قاتل بیرحم و خونریز، یه جنگجوی بند گره خورده با انتقام از میون میدون نبرد وارد بشه. اما از همون قدم‌های اول به جای آتیش امید بود که زیر قدم‌هاش جوونه میزد. کوروش کبیر، اسطوره‌ای که پس از سالها اسارت و سنگینی قل و زنجیرهای تاریک ستم، پس از سالها کنجنشینی مادرای ستم دیده و داغدار، هم سنگینی قل و زنجیرها رو شکست و هم فرزندان دلتنگ ایران رو به آغوش مادراشون برگردوند. شاید همون روز بود که جهان فهمید بزرگترین پیروزی فتح سرزمین ها نیست. فتح قلب هایی که گدازه ستم سال هاست مترونوم گذر عمر رو براشون کند کرده. و قرنها بعد از همون دیار رنج دیده پهلوونی متولد میشه. زمانی که باز هم اهریمن با هر زنجیری که میپیچید دور قلب‌های شجاع‌ترین فرزندان این خاک، با هر خونی که میچکید روی آسفالت‌های سرد شرمگین، جون دوباره‌ای میگرفت. پهلوونی که اسم کوروش فرای باور بود براش. هر بار که اسم کوروش کبیر رو میشنید، گویا که از روایت پیچیده ترین کلاف کاموایی میگفتن براش که سر نجات دهندش درست تو دستای مهر و از خودگذشتگی و منش پهلوونیه. پهلوونی که ایران فرای یک خاک بود براش. میهنش نه یه تیکه سرزمین، بلکه خونه‌ای بود که آزاد دیدنش و آزاد جنگیدن براش بهترین علت بقا بود. دهه‌ها بعد بابل دیگه‌ای گرفتار چنگال تاریک نوبابلی ها شده بود. همون سرزمین، همون خاک آزرده، اما این بار زیر آسمونی که گوش سپرده بود
به صدای خاک خورده مردمی که فشار سنگین چکمه‌های ظلم رو گلوشون رو پس زده بودن و برای آزادی فریاد می‌زدن. 18 دی ماه، اطراف کلانتری 7 تیر مشهد. تیرای جنگی کمونه می‌کردن سمت قلب‌هایی که خواسته‌ای نداشتن جز کنار رفتن چنگال بیریشه‌هایی که انگار درست مثل ضحاک خوراکشون خون دلیر بچه‌های این سرزمین بود. همه از ترس رگبارای بی‌انتها به بالای پل پناه برده بودن تا شاید کمونه‌های تیر یکم کمتر برسه بهشون. خیلی هم این طرف و اون طرف میدویدن تا به مجروحا کمک کنن و نذارن که اون شب آخرین ودا خلاصه بشه به گرم شدن آسفالت با خون جوشندشون. پهلوون کوروش تبار ایران هم همونجا بود. همونطور که این سالها عمرش رو وقف کرده بود برای مراقبت از مادرش که با سرطان دست و پنجه نرم میکرد، اون شب هم جنگاور مادرش ایران بود. به این فکر میکرد که ایران خانومش هم درگیر سرطانی شده که درمونش فقط ایستادگی و از خودگذشتگی بچه هاشه. وقتی رضایی که از مجروحا رو سمت پل میکشید تا از هیاهوی وسط خیابون دور بمونه، صدای آشنایی رو بالای پل شنید. امیر عمرانی، بچه محل دوست داشتنیش که حالا به خاطر معلولیت ذهنیش جهنم روبروش ترسناکتر از چیزی بود که ذهن مهربونش بتونه تحلیل کنه. دستاشو روی سرش گذاشته بود و بی هدف دور خودش میچرخید. با هر صدای تیر و هر آدمی که جلوی چشاش میافتاد بیشتر فریاد میزد و گم شده تر تو اون تاریکی از ناکجاهای آشنا فرار میکرد و به ناکجاهای آشناتر پناه میبرد. کوروش مشهد قلبش تیر کشید. از گلوله که به قلبش خورده باشه، از اینکه به فاصله کمی ازش روم پل رفیقش اینطوری بی پناه مونده. توی لحظه همه چیزو رها کرد و فقط دوید سمتش. بازوهای قویشو دور امیر حلقه کرد و قبل از اینکه بتونه کلمه‌ای به زبون بیاره تا آرومش کنه و از پل پایین ببرتش، پشت گردنش، درست همون جایی که نماد کوروش نقش بسته بود، میزبان ناخونده ترین تیر میشه. از بین نگاه‌های تارش و بدنی که بیجون تر میشد هر لحظه، همچنان امیر رو سفت در آغوشش میگیره. صدای رگبار تمومی نداشت که تن ترسیده امیر تو بغلش با 2 تیر جنگی، یکی توی دست و یکی توی پهلوش بیجون میفته و پهلوون رضای ایران همونجا وقتی سنگر بی پناه ترین ها بود چشماش رو برای همیشه میبنده. هفته بعد پسر کوچیکی هدیه‌های کادو پیچ شده رو محکم روی سنگ قبر پهلوان رضا توی بغلش فشار میده. دستای کوچیکش رو روی سردی سنگ حکاکی شده با صورت همیشه پرنور دایی رضاش میکشه. مرسی دایی رضا کادو فرستادی برام. مرسی از آسمونا مراقبمی. تو قهرمان منی. دوست دارم. و امروز رضا قلی‌پور، فرزند ایران و فرزند کوروش، قهرمان نه فقط اون پسر بچه، قهرمان یک ایرانه. به یاد جاوید نامان، رضا قلی‌پور و امیر عمرانی، نامشون رو فراموش نکنی. میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی؟ به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم. این هفته چه شکلی گذشت؟ مهدی عزیز این هفته رو برامون قاب کرده، بدون شلوغی، فقط اصل خبرها. با هم بشنویم. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو دانشجو.
من مهدی هستم و با مرور بر مهمترین خبرهای این هفته ایران در خدمت شما هستیم. گزارش‌ها از ادامه کمبود برخی داروهای حیاتی و افزایش نگرانی بیماران خاص و خانواده‌های اونها حکایت داره. گزارش‌های متعددی از کمبود و حتی نایاب شدن برخی داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی منتشر شده است. مشکلات مربوط به تأمین ارز و نقل و انتقال‌های مالی نیز بر واردات برخی داروها و مواد اولیه تأثیر گذاشته و قیمت تعدادی از اقلام دارویی در بازار آزاد به چند برابر قیمت رسمی رسیده است. انجمن‌ها و فعالان حوزه سلامت هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند سلامت و حتی جان شمار زیادی از بیماران را با خطر جدی روبرو کند. اما مشکلات اقتصادی فقط به حوزه دارو محدود نمی شود. بازار ارز و طلا هم در روزهای گذشته با نوسانات زیادی روبرو بوده است. افزایش نرخ ارز و قیمت طلا خیلی زود اثر خودش را در بازارهای دیگر هم نشان داده، از لوازم خانگی و قطعات یدکی گرفته تا هزینه مسکن و اجاره بها. گزارش‌ها همچنین از بلا تکلیفی بخشی از معاملات تجاری در پی نوسانات شدید قیمت‌ها حکایت دارد. در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اینترنتی نیز همچنان ادامه دارد. نهادهای ناظر بر وضعیت اینترنت از جمله نت بلاکس از افت کیفیت شبکه و افزایش اختلال در دسترسی کاربران به برخی خدمات و زیرساخت‌های اینترنتی خبر داده است. این محدودیت‌ها فقط کاربران عادی را تحت تأثیر قرار نداده و کسب و کارهای اینترنتی هم با خسارت‌های قابل توجهی روبرو شدند. همزمان هزینه دسترسی به فیلتر شکن‌ها و ابزارهای عبور از محدودیت‌های اینترنتی هم به یکی دیگر از هزینه‌های روزمره بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است. از اینترنت بگذریم و بریم سراغ یکی دیگر از بحران‌های جدی این روزهای ایران: آب و محیط زیست. در سیستان و بلوچستان، به ویژه منطقه زابل و سیستان و همینطور بخش‌هایی از خوزستان، طوفان‌های شدید گرد و غبار بار دیگر زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در بعضی مناطق میزان آلاینده‌ها به چندین برابر حد مجاز رسیده و شمار زیادی از شهروندان به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. این شرایط در بعضی مناطق باعث تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی هم شده است. در همین حال مسئله عقابه هیرمند و وضعیت تالاب هامون همچنان یکی از موضوعات مهم در شرق کشور است. مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر درباره تأمین عقابه ایران از رود هیرمند موضع‌گیری کردند و اختلاف با طالبان بر سر میزان و نحوه رهاسازی آب همچنان ادامه دارد. خشک شدن تالاب هامون، کمبود آب و گسترش گرد و غبار زندگی مردم سیستان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. همزمان گزارش‌هایی هم از افزایش تدابیر امنیتی در بخش‌هایی از مرزهای شرقی منتشر شده است. اما بحران آب فقط به شرق کشور محدود نیست. گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر سدهای کشور هم نگران کننده است. کاهش بارندگی و افت ذخایر آبی در حوزه‌های تهران، اصفهان، خراسان و بخش‌های دیگری از کشور نگرانی‌ها درباره تأمین آب شرب را افزایش داده است. ادامه این وضعیت احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر در مصرف آب را در برخی شهرها افزایش داده است. حالا از این خبرها فاصله بگیریم و بریم سراغ دانشگاه‌ها و دانشجوها. یکی از خبرهای مهم این روزها مربوط به تارا فرهنگیان، دانشجوی 21 ساله رشته تربیت بدنی دانشگاه همدان است. بر اساس گزارش هنگاو، تارا فرهنگیان به 1 سال حبس تعزیری، 31 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به زاول و پرداخت 120 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. او از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 است که پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود.
حالا صدور این حکم علیه یک دانشجوی 21 ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد قضایی با دانشجویان و بازداشت شدگان اعتراضات را افزایش داده است. در خبری دیگر، هما تیموری و یاسر آزاده، دو دانش آموخته دانشگاهی، هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. هما تیموری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و یاسر آزاده دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه غرب از دانشگاه شهید بهشتی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برای هما تیموری علاوه بر 5 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز در نظر گرفته شده و تلفن همراه او هم ضبط خواهد شد. هر دوی آنها در جریان اعتراضات دیماه 1404 بازداشت شده بودند. از خبرهای دانشجویی بگذریم و بریم سراغ حوزه فرهنگ و هنر. گزارش‌هایی از ادامه فشار بر تعدادی از سینماگران، بازیگران و هنرمندان مستقل منتشر شده است. در کنار محدودیت‌های مربوط به اجرای بعضی نمایش‌ها، اکران آثار مستقل و برگزاری کنسرت‌ها، گزارش‌هایی نیز درباره احضار یا ایجاد محدودیت برای تعدادی از هنرمندان منتشر شده است. و اما در خبری مرتبط با شاهزاده رضا پهلوی، ایشان در پیامی درباره وضعیت دریای خزر نسبت به آنچه تضییع حقوق ایران در این پهنه آبی خواندند واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تلاش جمهوری اسلامی برای پیشبرد و تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کردند که تصمیم گیری درباره حقوق تاریخی و منافع ملی ایران در خزر نباید از سوی حکومتی صورت بگیرد که به گفته ایشان نماینده واقعی ملت ایران نیستند. ایشان همچنین تأکید کردند که حقوق و منافع ملی ایران در دریای خزر متعلق به ملت ایران است و تصمیم‌هایی که جمهوری اسلامی در این زمینه اتخاذ می‌کند نباید به شکلی باشد که نسل‌های آینده ایران را از حقوق خود محروم کند. و در پایان سری بزنیم به ورزش. رسانه‌ها در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره ادامه مهاجرت ورزشکاران ایرانی و بازنگشتن برخی ورزشکاران پس از حضور در رقابت‌های بین‌المللی منتشر کردند. این مسئله طی سالهای گذشته بارها در رشته‌های مختلف اتفاق افتاده و مهاجرت ورزشکاران حرفه‌ای همچنان یکی از موضوعات مورد توجه جامعه ورزشی ایران است. فشارهای مختلف، مشکلات مالی، محدودیت‌های حرفه‌ای و نبود چشمانداز مناسب برای ادامه فعالیت ورزشی از جمله عواملی هستند که درباره دلیل مهاجرت ورزشکاران مطرح می‌شود. این بود مروری بر بخشی از مهمترین خبرهای این هفته و از شما سپاسگزارم که همراه بودید با ما در رادیو دانشجو. تا بخش بعدی خبر شما رو به طبیعت بزرگ میسپارم. بدرود. قسمت 9 اینجا تموم میشه. یادتون باشه ما برای قوی بودن دور هم جمع نشدیم. ما دور هم جمع شدیم که یادمون بمونه تنها نیستیم. مرسی که تا آخر برنامه موندی. تا قسمت بعد مراقب خودت و امیدت باش. بدرود. من دلم میخواست کنار تو باشم، کف خیابونا سپر بلاشم، بس حالا که اینجام جای تو فریاد میکشم از دور تا ایران آزاد. تو همش به میگفتی برو رهاشی، نمیدونستی اون که رفت رها نیست. هر کی پر کشیده هر جای دنیا، دلش همیشه مونده پشت مرزا. بس حالا که دورم به جای حضورم، بذار تا بشنه همه عالم صدای ایرانو، صدای ایرانو، تا آزادی سهم ایران شه. صدای ایرانو، صدای ایرانو، تا نفسات پخش جهان شه.